خوش اومدی به قسمت 0 از پیزدلی. این چنل دوم به حساب میاد و میخوام راجع بهش مقدار صحبت کنم. کلا پیزدلی قراره یه چنلی باشه که 10 دقیقه میشینیم با هم دیگه راجع به موضوعات مختلف حرف میزنیم. حالا میتونه این حرفا مثلا راجع به هر چیزی باشه، چیزی که روزمره من و تو درگیری داریم باهاش. حرف میزنیم، قور میزنیم، فوش میدیم، خودمون خالی میکنیم، ولی تهش جنبندی باحال داریم. این سبک از ویدیو قرار نیست اصلا ادیت خاصی داشته باشه، فقط میشینم جلو دوربین، فقط نهایتا شاید فوش سانسور بکنم، حالا اثر بدبختی دیگه. روال ویدیومون به این صورته که یه تایمر این بالا میاد، 5 دقیقه اول فقط فوش میدیم، خودمون خالی میکنیم، بعد ایران میگه اصلا هر چی دلمون میخواد میگیم، شاید هم بریم تو گونی، نمیدونم. 5 دقیقه دوم سعی میکنیم یه جمع‌بندی منطقی که نمیشه، چون ایران نه جمع داره که بتونیم ببندیمش، نه آینده. در کل سعی میکنیم یه تایی داشته باشه دیگه، راضی کننده باشه، خلاصه ما رو قانع بکنه. و از اونجایی که قراره دیلی آپلود داشته باشیم، میتونید تو کامنت هر ویدیو موضوع ویدیو بعدی رو تعیین بکنیم، چون هر روز صبح رکورد میکنم، پس آماده باش. در کل این مسیر رو من استارت زدم و اگه خوب بشه دو تا مسیر دیگه هم میخوایم ایجاد بکنیم. منظورم اون چنله که پول میخوام. لایک کن، کامنت بذار، ساب بکن، با هم باشیم. خلاصه دیگه فکر میکنم این مسیر میتونه باحال باشه، چون نمیگم حالا هیچ کس انجام نداده، ولی کسی به این راحتی و اونجوری خودمونی انجام نداده. حالا ما استارتش رو زدیم و نتیجه از شما دیگه. حمایت کن. میگم دیگه ادیت ندارم، موسیقی جنگولک بازی هم ندارم، خدافظ. اما واسه یه چنل اولم دارم، اونجا فعالیت میکنیم، اونجا رو ول نکردم، اونم دنبال کن، توی این هوم صفحه ما هم هستش. خداحافظ. چرا جنگولک بازی در آوردم؟